جان من بچه جانکه یگید زیبایکه بچه رکه کودک رو خلاص کردن خواهیم به ایوریست رو به ایوریست رو فهمیدی؟ بچه جانکه زیبایکه پسرکه سنگورکه سنگورکه ساعت چند است؟ ساعت 9. صبح یا شام؟ البته شب. خیالم امروز بسیار مانده شده ای. من کمی به درون می روم. با کجا؟ با بیغم صحبت می کنم. چه خبرها بیغم؟ بله درست تخمین کردی. باز در خوابم سنگور اکا را دیدم. میدانی چی؟ در اصل تو بیغم نیستی. چند بار از من شطه خوردی و یک باری هم وای نگفتی. بیغم سنگرک را دیدم بیغم. بسیار یاد کردم بیغم. بله بسیار او را یاد کردم. رحمت مادر جان، من نقص نینی خباتر نشوید. خورد و خوراکم هم نقص. درسایم نقص. با پدرم سلامی مرا رسانید. دستاشان رو میبوسم. شما رو یاد کردم. نمیدونم که اومده میتوانم. نه مادر جان همش خوب. تو بازدید مادر جان. نه نقص رفتنم لازم مادر جان. خیر تو بازدید. سبکتر بچه ها. سبکتر بچه ها. مقصدی ما از یاد نبرارید که اول به اینجا آورده دل او رو به خودمون گرم کرده عقیده هایمون رو آهسته آهسته در مغز جان نموده سپس به میدون
متقه یک چیز پرسیدن میخواستم. مرا میبخشید لیکن چی میخواهید؟ نفری از بین ما کودک دار شده است. به این مسئله نرس فهمیدی؟ در بین ما علاقه جنسی اجازت هست. چی میشه؟ تولد کودک نه. اکنون پدر و مادر کودک رو میروند با اشک چشمانشان ننگریسته آنها را به هر طرف روانه میسازند. کودک چه؟ او را باشد به پرتابگاه عمرانیه. هیچ گپ نه، دوام ده. هیچ گپ نه بچه ها، دوام دادن گیریم. ای پگاه با میتینگ میایی؟ ها؟ خیلی تا بازدید؟ او حیوان. سلام اولیا. کجا شدی؟ چای آوردم. چی شد؟ خوبی؟ مصطفی مرا گوش کن. با فکرم وقتش رسید. با دکتر رفتن نمیتوانیم. چی کار میکنیم؟ علاو خونه. چی؟ تو اینجا گذر. کنشین. اینجا بیا. بیا. مصطفی من میترسم. دیگر چاره ای نداریم. من زود می آیم. چطوری که گفتم با کلوبمون جوانان و دختران رو بیشتر جلب کردم در کار. طرفداران ما هر قدر زیاد باشند همون قدر بهتر ولی احتیاطکارانه رفتار کردن لازم. فهمیدی؟ احتیاطکارانه. تیاری؟ البته نه. من از کجا دانم؟ گوش کن هولیا، به یک قرار آمده بودیم. میدونی بعد از تولد از کودک خلاص شدن ما لازم. فهمو؟ اما کودک هنوز تیار نیست. من هم آماده نیستم. شاید انتظار باید شد. چقدر؟ من از کجا دانم؟ شاید تا سحر. من مانده نمیتوانم. این کار رو باید خودت حل کنی. چی؟ من مانده نمیتوانم. بی خود شده از هوش میروم. در اون وقت اصلا با تو بودن نمیتوانم. نرنج. از بیرون دیدبانی میکنم. خوب؟ خیر من میروم. ابله نابکار، مرا اینجا تنها میگذاری. گل بگیم جانه کنم سیلانتا گل بگیم جانه کنم شش ابیل مانده کنی اولین و آخرین بار با آغوش گرو را ساعت 7 ساعت شد. هر دم کارمندی آمده میتواند. مصطفی من این رو دادن نمیتوانم. هولیا میدونم مصلحت کرده بودیم، لیکن بعد او رو به دستانم گرفتم. مایلش جانکم، او را پنهان میکنیم. بعد چاره یافته میگریزیم. شد می؟ بعد میدهی. ها تمام جانکم. خوبی. تنها از هوش رفته ایستاده ای.
گل بگیم جان میکنم سیلانتا 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 سبیل مانده از کدامش بود؟ گل بگیم جان میکنم این گربه های دانشگاه را بالا زنده برادر ایش ما تازه میکنیم آنها چهل این جوه رو رسمو میکنن نفهمیدم بیا پیش 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 طاقت کن جانکم حاضر میرسیم حاضر کمی صبر کن کودک را پنهان کنم بیا جانکم انا شد جانکم رسیدیم انا دیدی همش خوب شد ممکن؟ مرحمت وای این کس کمی بیمدار است کجاش درد بیدن؟ کمتر خون روی دارد انا با اون حجره درایت حاضر می آیم خوب بیا جانکم بیا به نزدیکی تولد کرده ای یا کودک افتانده ای؟ نه خون رویت زیاد است شاید بیماری سرایت کند به تولد خانه مراجعت کردنت لازم به رفیقت خبر می دهم تو رو به آنجا برد فهمو؟ با کجا؟ اینقدر سراسه موار؟ هیچ در حجره کلوب کسی هست؟ همه رفتن چی بود؟ هیچ خولیه را دیدی؟ امروز باید به میتینگ می آمد کمی ناتو بود همین خیلی هم می شود حالا کجاست؟ نمیدانم مگر شما یک جای نبر آمده بودید شبی دراز چی کار کردید؟ گفتم که کمی ناتو بود به نقطه تیپی برده بودم بعد من رفتم و شاید به یگان حجره طبقه بالایی در آمده باشد خوب من میبینم کجاش درد میکنه؟ با اینجا زودتر خیش احوالت چطوره؟ کمی خسته‌ام من دکتر زیجان نامی تو چی؟ هولیا بسیار نامی زیبا خوش هولیا کودک کنی چقدر کودک؟ هولیا من دکترم از من پنهان کردنت لازم نیست معلوم که نو تولد کرده ای و در جای نامناسب و خونی بسیاری هم صرف کرده ای شکر کن که انیمیا نشده ای اکنون گپ زن تولد کرده ای یا کودک افتانیده ای؟ نمیفهمم چه ها میگوید اگر تولد کردنت رو با یاد آری البته خبر کن فهمو؟ بله ایگیت در خانه ای؟ بله بسیار نه پس من تو رو میگیرم خوب شده است 10 دقیقه پس ما میاییم خوب شده است خیر
صبح خیر محترم سردار. تو نانشته کردی؟ نه. مهمانی نوی خانه میاد امی خیلی نه؟ پس در کجا نانشته کنیم؟ من هم یگان چیز نخوردم. کنی رفتیم؟ سمبوسه با مزه بود است. بخیر است یگید؟ چرا خاموشی؟ با تولد کردن زنم وقت کم مانده است. نمیدانم. پروا نکن. کودک با برکتش می آید. خود را همچون پدر تصور کرده نمیتوانم. الله تعالی تو را به کودک و کودک را به تو مهر می بخشد. تو پدر شدن را او باشد کلان شدن را یاد میگیرید. زیغ نشو. اکا افطوبوسی که تا یتیمخانه میرود از اینجا میگذرد؟ میگذرد 56 اما بسیار نیست. مرشدگاه هست. سلام. تشکر اکا. یک آدم گفت است که پیش از اوله دار شوی 6 راه تربیت کنی فرزند رو میدونستم. اولا باشه 6 فرزند دارم و یگان راه تربیه نه. او لبای سردار. فهمیدی گفتگویم رو؟ فهمیدم. پس نقشه بیهوده نساز. نه نمیسازم. همین اتوبوس می رود. زود پر. سلامت باشید. محترم سردار. در ایستگاه روبرو شخص شبهناک که با خالتای را مانده زود به ماشین نشسته غیب زد. آنها در طرفی راست. آنها در آن طرف. نه هیچ گپ نبوده است. محترم سردار، مبادا به حادثه محلی مجیدیان مانند نباشد. رفتار جوان به من چندان پسند نآمد. رفته بالخالته را تفتیش کنم. وای ایستایید. اما کار یک اصولی دارد. محترم سردار، دلم میگوید که رفته تفتیش کن. با دست خالی بمب را به خطر میسازیم اگر. من زود به گروه به خطر سازی زنگ میزنم. تو باشد آدمان را از نزد بالخالته دور ساز. رقم مرشود کرا دیدی؟ نیو، احتمال یکی از مسافربرهای همین خطی راه باشد. فکرت تو از قفای مرشود کرا به دسته ها خبر بده. خفا خالی کنید اطراف را خالی کنید. روید از اینجا. روید تیز زودتر. بله دسته به خطری کوچه کمان رقم 23. خفا زودتر به خفا خالی کنید. خفا زود خفا روید. خالی کنید راه را. اگر یکی تب باشد تو را دیده بچه. برخالته در یکان جای باز دارید. بگوید اینجا بمب است؟ آنیق نیست. خبر سالماز تیوه معقول شد. ناز آمده است. تشکر رفیق سردار. یگان شهروند خبر داد یا تحقیقات پلیس؟ یگان توش.
ақалан ягон маълумоте диҳед? фурсат нест. خوش آمدید. خوش آمدید. بارخالتا را می‌بینید؟ ما را تفتیش کنید. محترم سردار، بارخالتا را تفتیش میکرده باشم. نه به فکرم. کوششی ترک کردن آن را دارم. یگید، ببین ما با شبهه‌های تو باور کرده ایستاده‌ایم. محترم سردار، این طور نکنید. تنها مایلش میدونی. کار را با کفالت باید کرد. به این هم وضعیت ناتینج است. اگه چی واقعه؟ شاید بمب باشد. چیکار میکنند؟ تفتیش میکنند به هر حال. اگر بمب باشد میترکانند. یعنی تفتیش میکنند ها؟ چه اینقدر میپرسی؟ وای، باری اول میبینم ده. یعنی دورتر ایستا؟ انشاءالله بمب نیست. که میداند؟ اورست. جانم با اورست را باشه جانک فهمیدی؟ زیباید باشه اورست اورست لولا کودک رو نجات دادن. یگید! 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 برگرد! زود برگرد! دیوانه! دیوانه است این بچه! موادی خیلی خوب می شود. کودک! تنها کودک! واهمه نکنید. باز یک کودک را نجات دادی سنگورکا. آرام شو، آرام شو، گریه نکن. این خبری عجیب می شود. رفیق کمیسر، چقدر حس کردید که در درون آن کودک است؟ بگویید. به این طرف نگاه کنید. رفیق کمیسر یکی به این طرف نگاه کنید. بگویید. هولیا، با پدر و مادرت خبر دهیم؟ نه پدر و مادرم نفهمند. خب یگان کسی نزدیکت هست؟ یک کس هست، اما او را چشمی دیدن ندارم.
یگید آدم رو همیشه در تعجب میمونی. از کجا فهمیدی؟ سونگراکا. سونگرا؟ لبای؟ نه چیزی نیست. اگر این کودک را پرتافته باشند پس میتوانیم او را سونگور نام دهیم. این نام رو تو با پسر خود نمیدادی مگر؟ این نام را به این کودک گذاریم بهتر است محترم سردار. کنی با من ده. میدانم این جای شیری مادر رو گرفته نمیتواند، اما خاطر مشو. مادرت رو نیز میابیم. کنگیر اپا. رفیق سردار، چطوری که پرسیده بودید عکس شخصی در ایستگاه برخالتا گذاشته رو پیدا کردیم. انا یک دو صورتش. کی بود است؟ تصویرها رو کلان کردیم. گروه تکنیکی برای شناختن چهره جوان به جایهای داخلدار مراجعت کردند. همین طور شخصیت او معین کرده شد. بسیار خوب. کی بود است؟ عجایبش نیز در همین است. نام جوان مصطفی بکیر، 21 ساله، دانشجو. در یک دو میتینگ بازی بازداشت شده و آزاد شده است. با کدام گروه منصوب بودنش معلوم است؟ انا همین. من اکنون فهمم اینها حیات کامونالی به سر میبرند، لیکن با کودک کردن اجازت نمیدهند. احتمال این جوان از یگان دختر فرزنددار شده است و به دست معلوم نساخته از کودک خلاص شدن خواستند. اما چرا در ایستگاه؟ نه در نزد مسجد؟ شاید به جای دیگری میبرد. شاید حرکت فراموش کرد. شاهدان نیست چونی نگفتن مادر. خیر اکنون چی کار میکنیم؟ خوش، درباره جوان در دست چی داریم؟ با آن نگریم. زیرا حیات جوان نیز در خطر بوده میتواند، حتی جان مادر کودک هم. و زودی آنها را باید یابیم. کودک نوزاد است. بیمارستانی های اطراف را یک دیده برو که در 2 روز اخیر یگان تولد شده است یا نه. فوراً. خوب رفیق سردار. یا ربی، ختم شریفی خواندگیمان را به درگاه الهیت قبول گردان. قرآن کریم را در قلب‌هایمان نور ساز. یا الله، ما را همیشه به طاعت و عبادت هدایت کن. ما بندگانت را هیچگاه از درگاهت ناامید نساز. یا ربی، ما را با قبول طاعت و عبادتمان خوشنود ساز و از درگاهت ناامید مساز. آمین. بخشیدیم ثواب و ثمره آیت‌های تلاوت شده را به روح تابعین دم. از این دنیای فانی به دنیای اخیرت گذشته به همه مؤمنان و مؤمنات، مسلمین و مسلمات و اهل ایمان، خصوصا هنگام ادای خدمت وطن شهید شده برادرمان مندرس هدیه کردیم. تو قبول گردان یا رب. والحمدلله رب العالمین. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. آمین. آمین. الله تعالی راضی باشد از هممون. الله تعالی به همت شهیدانمان ما را سزاوار سازد. آمین. لبه چی؟ در بیرمانخانه؟ فهمیدم، حاضر می آیم. یا محترم سردار، زنم را دردی فرزند گرفته است، به دکتر برده‌اند. اجازت می دهید تا بروم؟ البته امرو رویم بهتر. رفتیم. اول یک زیجان رو بینیم. کوی اگر فهمیدم. زیجان
лаба яка. як лаҳза мумкин? медони ҳамсари йигит нӯзон инҷост, барои таваллуд омадааст. ёре медиҳӣ? мо шинос будем. бале, намешавад зуд равем. албатта, ҷои таваллуд ошёнаи дуюм аст. рафтем. саломат бошед. ба ман нигар, бача бояд бо роҳи табиӣ таваллуд шавад, яъне саломати янгасоз бошад, худаш ба дунё орад. ин чаро? ҳама чизро табиияш хубтар нест магар? агар ин тавр ният дошта бошӣ, аллоҳ таоло насиб кунад, бисёртар фарзанддор месозад. иншоалло сардор. آمین. من درسم. پزمانت شدم. مرگ ما رو در کجا دامنگیر است. نمیدونیم میگفته و یک عمر انتظارش بودیم. هیچ گمان نمی کردیم که ما رو اینقدر زود ترک میکنی. جسورم. دلیرم. تو نمرده ای عزیزم. تو شهیدی. بیا. ایستا چجا. چی شد دخترم؟ برای پدرم آوردم. بیا رویم اوچه جان. شناس شوید زینب خانم. саломат бошед, мо шинос ҳастем. ассалом. чӣ ҳол доред ҷонакам? در هیجانم. خواطر نشوید. با نازان خانم همش خوب است. حالا کمی انتظاریم. аллоҳ таоло осонӣ ва шифо диҳад. یگی جان با ما اجازه. یگان چیزی لازم شود البته زنگ زن. البته سردارم البته. چی حال داره جانکم؟ بد نه. درباره آن جوان مصطفی بکر معلومات یافتم. رفیق سردار، او در دانشگاه یزن میخواند. در فاکولته تاریخ. کورسی سیوم. کو ببینم. در دست سراغه خاکبوهش رو داریم. اما حالا در آنجا زندگی نمیکند. باز در محفل فولکلوری دانشگاه اعضا است. بله رفیق سردار. خیلی که شما نیز با خبر هستید بعضی دسته‌های غیرقانونی در دانشگاه‌ها چنین محفل‌ها را استفاده برده جوانان را به خود جلب می‌سازند. گروه فولکلوری نیز از آنها. نتیجه؟ در نتیجه احتمال این جوان مصطفی بکیر را اعضای دسته غیرقانونی بودنش را نمی‌بینم. تنها در یک دو میتینگ اشتراک نموده است. درباره کودک یگان معلومات است؟ مادرش یگان دوست داشته دارد؟ می‌دانید که رفیق سردار اینها در حجره‌خانه‌های کمونالی حیات به سر میبرند. این را میدانم، اما چنان که میدانیم نه همه قانون‌ها را رعایت کردن میخواهند. در این خصوص یگان معلوماتی نیست، اما مسئله دیگری را کافت و کاپ کرده برآمدم. 13 بیمارخانه‌های خصوصی و یک بیمارخانه دولتی را که به جای رویداد نزدیک بودند دیده روی خط همه کارهای عاید تولد را برآوردم. شخصان سالهایش را راست میگرفته را شخصا مقایسه نمودند. اما افسوس که با مقایسه معلومات‌های در دستمان بوده با چنین واقعی تولد دچار نشدم. پس این عمل را در جای دیگر انجام داده؟ همین خیلی است.
алё зеҷон, лаба яка аз ту як чиз пурсидание. марҳамат ака пурсед. духтар ва ҷавонмард тасаввур кун беилоҷанд. духтар омиладор ва дар беморхона таваллуд накардааст. намехоҳ шуданаш мумкин? албатта мумкин, лекин агар духтар дар ҷои номуносиб таваллуд карда бошад хуни бисёре гум мекунад. ҳатман ба ягон беморхона муроҷиат карданаш лозим, вагарна мурданаш мумкин. хайр, ташаккур зеҷон. воқеа худоё монд нафаҳмидам. ба ҳамаи беморхонаҳо ҷавондухтарони шубҳанокеро ки бо сабаби хунравӣ омаданд дида баро. хуб шудааст. лаббай фаҳмидам. шуд. марҳамат. иҷозат? бишин умуд. шумо чӣ хел устод? хуб. гаштаем да бо каллакадуҳои донишгоҳ ва ватанамон кор карда. дигар ҳамааш хуб аст. акнун биёем ба масъалаи асосӣ. митингатон ҳамин бегоҳ аст, метарде? бале устод, тайёрӣ ба митинг аз тарафи клубамон хуб аст. лекин бо клубҳои дигар низ ҳамкорӣ карда истодаед, наметарде? албатта устод, 7 клуб иштирок мекунем. клубҳои дигар низ иштирок мекунанд. медонӣ, ту вазифаи худро иҷро мекунию, ман бошам вазифаи худамро. дар зоҳир ман ҳамчун ректор шуморо сарзаниш мекунам. ҳатто аз байнатон яду касро ҷазо медиҳам. аз донишгоҳ хориҷ мекунам. рӯйхатро ба ман деҳ. шуд. хавотир башав ва инҳо чизе намешавад. ин танҳо барои чашмбандии васоити ахбори умум аст. лекин аз фармудаҳоям чизеро ноқис магузор. хуб, масалан ҳамон плакатҳоро омода намудедам тарди. палони ба ҷроиши палон кор. албатта устод, ҳамааш омода аст. хайр майлаш, ин тарки бошад умудҷон. аз тарафи худ ман тӯбачаро пас намудам. хуб, дигар аз шумо вобаста. хуб, майлаш. то дидам. хайр, хуш бош. از جویت خیز. озгур, як дақиқа. ҳулия куҷост? ман ҳам аз ту пурсидан мехостам. ин духтар куҷо шуд? чӣ хел ба ин ҷо наомадааст? дина бегоҳ бо ту набуд магар? бо ман буд. гуфтам ку ками нороҳат буд. ба пункти тиббӣ бурдам, лекин то ин вақт бояд меомад. не, наомад. ҳатто бояд бегоҳӣ ба митинг мерафтем. майлаш, ман як кобам чӣ? ба куҷо? ба донишгоҳ. рафиқ сардор. бале. бо нишонаҳои ба мо лозима танҳо як касро ёфтем. ӯ ҳам дар беморхонаи хоҳаратон зеҷон хонум мехобад. чӣ, беморхонаи зеҷон? ҳамон духтар. бале, намешавад зуд равем. албатта, ҷои таваллуд ошёнаи дидим аст. рафтем. саломат бошед. зеҷон, лаба яка. дар беморхонаи ту беморе ки ба сифатҳои каме пешниҳод карда будам монанд аст, донишҷӯ. аҳволаш каме шубҳанок. ман низ ҳаминро ба шумо гуфта истода будам ки телефонро хомӯш кардем. бале, ҳаст. майлаш, дурона аз нигоҳ кун, ман камтар пас меоям. алема, лабай сардор. кӯдакро омода соз, меравем. хуб шудааст, ҳозир. хуш омадӣ умуд, биё. умуд,
چیزی رو با تو گفتنم لازم. روزانه بعدی با موسیقی بخوردن با پونکت تیپی رفتم. به این هم از احوال هولیا شبهه داشتم. وقتای آخر خیلی فربه شدگی بر این مینمود. باری با شکمش چیزی بستنش رو دیده بودم. خیر. با پونکت تیپی رفتم. از اونجا با بیمار خانه بردن. سببش رو به من نگفتن. هرچندی که اصرار کردم که دوگانه‌اش هستم، دوستش. از این میبارد که چرا که میگویم مسئله محرمانه. نخواد که گمونمون راست باشد. سبیل. برای میتینگ بیگاه روزی همش تیار؟ همش تیار. خوب، همش رو به نقص اجرا کنید. من باید یک حساب و کتاب رو بینم. بعد از دیدن حساب با شما همراه میشوم. تا آمدن من کارخور رو تو پیش میبری. فهمو ازگرد؟ فهمو. دروید. هولیا چه خیل هستی؟ بهتر. این جناب برادرم است. کمیسری کلانی پلیس. اعتماد کرده میتوانی. خولیا با تو یک حکایه نقل میکنم. حکایه عجایب. یک زمان حکیم عادلی بوده است و نزد این حکیم دو زنی را آوردند. در نزدشان باشد یک طفل بود. هر دوی زنها نیز ادعا میکردند که کودک از آن آنهاست. حکیم هر دویشان را گوش کرده و خلاصه آمدن نتوانسته است، زیرا چنین وامی نمود که هر دوی زنها کودک را مثل فرزند خود دوست می‌دارند. حکیم دانشمند بوده است و عقلش یک فکری آمده است و هر دوی زنها گفته است که مادامی که هر دویتان ادعا میکنید که طفل فرزند شماست، من به هر دویتان باور میکنم. در این حال از دست حاکمی به مثل من عادل تنها یک چیز میآید گفته است. زنان با مراق انتظار شدند. حاکم به یاردمچیش فرموده است که از همه شمشیر تیزی کسی را بیارد. این کودک را از بین دو تقسیم میکنم. نصفش رو به این زن و نصفش را به دیگرش میدهم. همین طور تقسیمات عادلانه میشود. هر دوی زنها حیران شدند. اما بعد چی شده است میدانید؟ یکی آنها با چشمان پر از اشک این کودک را پاره نکنید، من دروغ گفتم، مادر این کودک من نیستم گفته است. حاکم تبسم کرده گفته است انا در نهایت مادر اصلی کودک معلوم شد. زن دیگر باشد خندیده است. حاکم گفته است که مادر حقیقی این کودک زنی از او دست کشیده می باشد. همه اطرافیان حاکم در حیرت افتادند. حاکم تنها مادر حقیقی اینقدر فداکارانه رفتار کرده می تواند گفته است. از این سبب کودک را به زنی که از جگربندش دست کشید، یعنی از مرگ خلاص کرد، برهید گفته است. این حکایه را چرا نقل کردم میدانی؟ در اصل واقعه از همه متأثر مادر را از فرزند جدا کردن نمیتواند. حلیمه، این کودک این پگاهی در یک بارخالته بود و کمی بود که بمب پنداشته به هوا میپراندند. اما الله تعالی او را محافظت کرد. شاید خواست که با مادرش واخورد. خولیا، مادر این طفل را میشناسی؟ میلش حلیمه، بر او را. در این حال طفل را به خانه بی پرستاران روانه میکنند. عاقبتش یک بچه آواره‌گر در بدر می شود که صبور می شود. شاید در یگان زد و خورده هنوز در 15 سالگیش کار خورده به هلاکت می رسد. پلیس شده با بسیار واقعه ها واخوردند. چیکار کنیم؟ حلیمه، می توانی کودک را بری؟ استید کودکم رو دهید. کودکم رو به من دهید. جانکی من، بچه جانکی من.
رفیقه من کجاست؟ سحر کجا گم شدین؟ انا با اینجا فرستادیم. ببخشید امروز جوان دختری رو به اینجا آوردن. 202 شفای کامل. تشکر. بعد من رو به اینجا فرستادند. همش همین. رفیقت نامش چی بود؟ مصطفی؟ میدانی در کجاست؟ شاید در خانه باشد. تو با ما سراغش رو نمیگویی؟ البته. زیجان تو خولیا سراغش رو با بچه ها نرسوندن. من یکی درایک دیده بیایم. خوب شده است. یگان آواز برای میکشمت فهمیدی؟ ایست تو چیکار میکنی؟ ایست یگید وسیل پایا خفاگه شاید کار داشته باشد. دو کس من از این طرف میروم. پلیس همکاری کردن میخوای ها نوبتکار؟ گوش کن آخر من چیکار کردم با تو دیوانه شده ای. این طرف و بیرون پلیس تسلیم شود. بردار دخانت را کاشانو پرتو کاشانو پرتو برو میبرو براید دستا با پوشت دستان. لبای زیجان چی؟ فهمو؟ یگیتی من؟ یگی دار شده ای. چی؟ این کس همین خیل است. با تولد فرزندت شاهد شدن میتوانی. سرجانم. خیر پدرش کودک چه خیل بوده است؟ بیزیب. این دار باشد به شما رفته است. نامش رو سنگور میمونیم همینطور. نه زنگورک این نام را به کسی دیگر لایق دانست. نام این یگیت فاتح می شود. فاتح؟ فاتح آیا در 21 سالگیش اقدام فتح قلعه نمی کند؟ او قلب ها را فتح خواهد کرد. خیر به من اجازت. گیر آچه جانش. گیر کو. لبای چی؟ خوب حاضر می آیم. ما رو شرمنده کردی. تو چه خیل فرزند است. زحمت هایی کشیدم به تو حرام باد. خدایا آرام شوید خانم. شما کیستید؟ ما پدر و مادری هولیا.
و اینجا نشینید. من سردار شعبه پلیس نجیب. دخترم شیرم حرامت بود. خدا جزایت را دهد، ما را شرمنده کردی. بس از برای خدا ای کاهن، یک لحظه از شما یک چیز را میپرسم. من جوانان خطا کردن. چه خیلی خطا ما را نزدی مردم شرمنده کرد. شما در کجا بودید تا امروز؟ اگر شما یگان خطایی نداشته باشید با دو زدن دوام دهید. اینها جوانند، بی عقلند، البته خطا نیست دارند، لیکن شمایان همچون پدر و مادر 9 ماه در کجا بودید؟ از این هم پیشتر در کجا بودید؟ از احوال فرزندتان نه خبردار شده؟ شما دقتی لازمه رو به آنها دادید؟ ایدار نمودن آسان است، اصلاح نمودن مشکل است. اصلاح نمودن. من همین کودک عاجز چه گناه دارد گپ زنید؟ اگر شما حالا صاحب نبراید حیاتی او نیز میسوزد. اگر ما حاضر خطاها را اصلاح نسازیم باز خطاگاه دیگر پیدا می شود. اما چونی خطا؟ بله خطا کردم. خطای بی نهایت کلان. حتی گناه بزرگی را صادر نمودم. فهمیده ایستادم. با بالای این کودک را در دکخانه چرکینه به دنیا آوردم. کمی بود که او را از دست می دادم. اما خدای بزرگ او را محافظت نمود. اگر وقت رو برگرداندم می توانستم این خطاگی هایم را نمی کردم. اما بگویید چی کار کنم؟ از همین تریز خودم را پرتایم مگر اگر همین چیز شما را از شرمندگی رهاند من این کار را میکنم. باور کنید میکنم. 9 ماه است که برای کسی نگریستن نمیتوانم. دست همه میگریزم. شرمساری گناهم را تا مغز استخوانم ایست کردم. مادر جان بگویید. پدر جان بگویید چی کار کنم؟ این تیپ یکان گناه ندارد. خطا در من است. شما را شرمسار کردم. مرا ببخشید. بیا. نامش چی؟ نامش رو آن همین برادرانم سمگور گذاشتن. سمگور؟ این خیل شدنش رو خیال نمی کردم. لیکن پیسر شدنی نبیره اولینم رو حس کردم بودم. خیر کنی رفتیم و اداره من می رویم. خولیا و سنگور کم استراحت نماید. جونکی من مرحمت گذارید. مرحمت گذارید. بنشینید. شما عائله مصطفی؟ شما باشد عائله خولیا هستید. ما حولیا را به خواندن روان کرده بودیم. این حال به سرش آمد. تا حال نمیفهمیم. یا الله تو مرا محافظت کن. هم دسته جنایتی هم کودک. خدا جان. خواهر آرام شوید. من به شما اول خبرهای خوش رو گویم. نه خولیا و نه مصطفی با یگان خیل گروه های جنایتی ندر آمدند. تنها در 1-2 میتینگ اشتراک نمودند. بی همین هم با بیانات دادهشون جنایت های اطرافشون رو آشکار نمودیم. پروکرور اینها رو به اعتبار نمیگذارد. خیر احوالی کلکدوی موچ می شود. اکا اولش این که مصطفی نیز بچه خوب است، کلکدو نیست. من همین طور از مصطفی جوانان نو و نو وارد می شود. وقتی که آنها به شهرهای کلان می آیند اگر از جانب عائله های خوب دقت لازمه را نگیرند می توانند که به گروه های نامناسب روبرو شوند. این باشد به که بودن آنها وابسته می شود. با آدمان خوب بخورند نقص، لیکن همه وقت که نمی شود. فرزندان شما جوانند، خونشان در جوش، با چیزهای جالب به نزدشان می برند. همه این گروه های غیر قانونی همین طور آنها را به دام خود می کشند. بسیاری شما نیز و هوس فولکلور یادگیری به دام آنها است. درست جوانان نیز از یک طرف خطا کردند. خطای کلان، به نهایت خطای بزرگ، علاقه بیرون از نکاح و در برابر این کودک غیر چشم داشت.
اما از بس که گذشته را بازگردانیده نمیتوانیم، در این خصوص چیزی از دستمان نمیآید. به این هم پشیمانم، اما در بین کودکی هست و همین جوانان یکدیگر را دوست می‌دارند. جناب سردار، آخر ما از این جوانان چیزی را دریغ نداشتیم. شما چیکار کردید؟ با آنها صاحب برآمدید، آنها را دلگیر نکرده از دوری تفتیش کردید، با آنها صمیمانه اهمیت دادید. با کیها شست و خیز میکنند، چورگی میکنند، دقت کردید؟ گوش کنید، عائله دار شدنشان لازم است. حتی من خودم شاهدشان میشوم، اما با یک شرط: خواندنشان را تمام کرده دیپلمشان را به من نشان میدهند و دعایم را میگیرند. شما از جهت مادی و معنوی دستگیریشان کنید تا که آنها دانند که عائله هایشان با آنهایند. تشکر به شما. به شما رحمت. اوه شیرینک پدر. اوه شیرینکم، قندکم، اصل جانم. مبارک شود. اوه تشکر. این را گیر. جانکم کم تر گیرم مایلش؟ بگیر. اینقدر تو شیرینی ها؟ الپرین بین چی خیلی شروع با پدرش ماننده؟ بیو جونکم، بیو دادا کودک را دیده باید آوردم. از فن بیولوژی یک وظیفه دادند و درباره تشکل آدم در بطن مادر یک گروه سکسته شده تیار میکنیم و پگاه به خونه فروخشان روم مایلش؟ نه نمیشود. به خونه ما بیاید. مسئله تمام. همچرای خیلی مسئله ها رو به شما میآموزند. ای بی دخترم چی؟ در این زمان هر کار شدنش ممکن. نه من نمیفهمم. کلاس کجاست؟ آمده نتوانیست. مشک بر این بوی زیرفون آمد. گرمکک بوده است. تو ناراحت نشو. کارها بسیار. گویا براحت‌تر شدم. یک باری وزنین از کتفایم فرآمد. تو کمی خسته می نمایی. باز بیمار نباشی. یک تایمان را بینم. برایش چیزی آوردم. برای کارهای امروزت تشکر. راحت شدم. اوچا جان پسر بیا. اوچا جان چی شد جانکم؟ پدرم رو در خواب دیدم. چی گفتی؟ گویا که زنده بود. چیزی که برایش برده بودم برگرداند. چی رو؟ گل رو. گلی برایش ساختم رو. بین آنجاست. این رو تو از قبری پدرت آوردی؟ نه اوچا جان. گفتم بود در خواب من پدرم آورد. بسیار پسندیده است. کنی بیا جانکم
با من بیا رفتیم. برای چی؟ بیا گفتم. گرم است. اوچا جان خدایا خدایا